و فکرم انقلاب بود. آدم‌ها در زیر ظلم و اسارت بودن. در تای بویگری و کار میکردن بویو کم بغل و خر بریم بسون و فکرم موزی آزادی داد انقلاب. البته غصبی روزها بود کشورهای آسیای مرکزی را. دیگر در این موضوع چی گفته می شود؟ غصب بود تمام. به خاطر آنکه اگر حکومت اون وقته بخارا اگرچه عقب مانده هم که بود، اگر که باقی میماند، تاجیک‌ها امروز مثلا همچون یک دولت بقوت در کل آسیای مرکزی داشتند، چون که اون وقتا نه ازبک نه قرغیز نه روس و نه همه در زیر اطاعت امیر بخارا بودند. اگرچه او خودم منقید بود اما زبان دولتی، زبان کارگزاری زبان تاجیکی بود. من راستی گپ معین کردن نمیتوانم که کی در اونجا حق بود است. فکری من به یک طرف گویم ساخت دیگر ساخت بود پیشتر و ساخت نو پیدا شد. این ساخت نو برای تاجیکستان فایده هم آورد. مثلا از نقطه نظر علم گوییم اگر ما با روسیه یک جای نمیشدیم، اگر دولت اسیر نمیشد، ممکن علم حاضر تاجیکستان به این درجه ترقی نمیکرد. فکر شخصی من. لیکن دیگر جهتش البته گوییم از نقطه نظری سیاست ممکن ویایم ساخت ویایم جهت‌های مثبتش بود. گفتن بسیار مشکل است. غصب سرزمین ها بود. زیر تصرف خودشان آوردن بود همه چی. فرهنگ خلق تاجیک نیست کردن. کتاب را سوزاندن. آدمای بسیار یک علما بودن. اینا را نیست کردن. فقط خواستن یک آدمی نو سازن. عمری زیادتری من در همون دوره 100 سالی گذشت و به فکر من این انقلاب بود. انقلابی حقیقی بود. زندگی ما خیلی آسوده بود در دوره 100 سالی. خوب شد. چون که حیات همه خیلی چیز هست که بایها را نیست کردند و با کمبغل ها یاردم کردند.